اگه میخوای تا 1 هفته بعد از حمام بوی گل و تمیزی بدی، از این شامپو بدن با رایحه هلو حتما استفاده کن، چون بدن رو کاملا پاکسازی میکنه و رایحه‌ای که داره تا 4 ساعت ماندگاره. و بعد از نمک بدن استفاده کن تا جوش‌های زیرپوستی و پوست مرغیات درمان بشن و پوستت صاف و لطیف باشه. قبل از ژیلت حتما از این اسکراب استفاده کن. این اسکراب با همه اسکرابایی که تا حالا دیدی متفاوته. ترکیباتش کاملا طبیعیه. مثلا تو این رایحه توت فرنگی این دونه‌های ریز واقعا دونه‌های توت فرنگی هستن. بعد از حمام برای حفظ رطوبت و آبرسانی بدن از این کراغای بدن 24 ساعته استفاده کن که با هر مدلی که تا الان دیدی متفاوته، چون بافتش اصلا سنگین نیست و چندین رایحه متفاوت داره. ولی مگه میشه از لوسیون گذشت؟ مخصوصا این لوسیونا که انگار از بهشت اومدن، چون تا 24 ساعت پوستو خوشبو و آبرسانی میکنن. و در آخر این بادی اسپلش شایندار خوشبو که هر کدومشون